بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. الله منان رو بسی شاکریم که فرصتی داد تا در این ماه مبارک، ماه رمضان، ماه نفحات الهی، ماه رحمات پروردگار منان، باری دیگر در کنار هم باشیم و تلاشی بکنیم برای فهم معانی قرآن کریم و روزه این ماه رمضان ببینید اهمیت ماه رو از کجا میتونید احساسش بکنید. وقتی که مثلا شما ببینید که قدرت تغییر پذیری این ماه چقدره و ما چقدر میتونیم از این ماه بهره بگیریم، بیایید نگاه بکنید قبل از ماه رمضان. میبینید که یک سیستم جهانی به حرکت در میاد برای کمرنگ کردن ماه رمضان. اون قدیما که تغییر و تحولات در جوامع ما با نرمی به پیش میرفت و ما جوامع ما رو خودمون میساختیم. رادیو نبود، تلویزیون نبود، اینترنت نبود، فضای جهانی بسته بود، همه توی فضاهای خاص خودشون سیر میکردن. اون وقتا ما رمضانی داشتیم که ما مسلمون ها برنامه ریزیشو میکردیم. رمضانی داشتیم که قبل از رمضان می اومدیم برنامه رمضان رو میچیدیم. آقا در مسجد ما چه عبادت هایی باشه، چه نماز تراویح باشه، کدوم امام خوبه، قاری رو ما انتخاب میکردیم، برنامه های تهجد رو انتخاب میکردیم، خانواده ها توی خونه ها برنامه های صله رحمی و نمیدونم تلاوت قرآن کریم در همه خانواده جمع میشدن، قرآن تلاوت میکردن، همسایه ها جمع میشدن، قرآن تلاوت میکردن، سحری رو به هم دیگه تقسیم میکردیم، افطاری رو میدادیم، مردم جمع میشدن تو جلوی خانه هاشون افطاری میذاشتن، همه مسجد پر از افطاری و خیرات بود. جامعه خودش رو رشد میداد به سوی تعالی و همبستگی و بنده صالح و نیک الله متعال شدن. اما الان نه، الان روند حرکت جهانی اینقدر به سرعت پیش رفته که ما دچار یک تغییر و تحولات عمیق شدیم و اینجاست که میبینید رمضان رو ما برنامه ریزیش نمی کنیم. رمضانی که توی شیطانها به قول زنجیر کشیده میشن، تصفد فیه الشیاطین، شیطانها به زنجیر کشیده میشن، تو سیاهچالها انداخته میشن، اینجاست که شیطانهای انس اون جای خالی شیطان جن رو خیلی با قدرت پر میکنن. میبینید که به صورت سیستماتیک تلاش هست برای گرفتن و دزدیدن رمضان. انواع و اقسام برنامه‌های مجانی در رمضان شما میبینید که آقا بیان توی رمضان، آقا بیان هرچه فیلم سینمایی هست توی رمضان، هرچه سریال هست توی رمضان، هرچه نمیدونم آقا موزه ها، تئاترها، همه چی مجانی تو رمضان، پارک ها مجانی. هر چیزی که انسان رو به لهو و لعب میکشونه، هر چیزی که انسان رو از رمضان و از مفاهیم تقوای رمضانی دور میکنه، میبینید که در این رمضان گسترش پیدا میکنه. حکومت ها تلاش میکنن مسجدها رو به گونه‌ای در سلطه خودشون قرار بدن و نگذارن که مردم اونطوری که میخوان رمضانشون رو زنده نگه دارن. همه اینها بیانگر این هست که این رمضان چقدر اهمیت داره، این رمضان چقدر قدرتی داره برای تغییر و تحول آفرینی در جامعه. حالا وقتی میاییم به رمضان نگاه میکنیم، رمضان چه هست؟ خداوند متعال به ما میگه که کتب علی یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این روزه بر شما فرض شده همونطوری که بر پیشینیان فرض شده. از زمان حضرت آدم تا به امروز این روزه بوده. کما کتب علی الذین من قبلکم، این چیز جدیدی نیست. چرا؟ چون که این نیاز بشری است. نیاز بشر قدیم بوده، نیاز بشر امروزی هم هست. لعلکم تتقون، این رمضان فقط برای این هست که شما اهل تقوا باشید. یعنی رمضان میاد یک فضایی رو برای ما به وجود میاره. یعنی رمضان در واقع یک پادگانی هست که ما وارد این پادگان میشیم برای آموزش دیدن بر تقوا، تا ما در قضیه تقوا مهارت داشته باشیم، ماهر تقوا باشیم. تقوا هم چه است؟ تقوا در داخل قلبه. پس تمام حرکت رمضانی ما برای شستشوی داخلی است. عبادت هم عبادت داخلی است، برخلاف همه عبادت ها.
عبادت‌های دیگه‌ای که ما داریم، نماز داریم، روزه حج داریم، زکات داریم، جهاد داریم، همه این عبادت‌ها یک شکل و شمایل خاص خودش رو داره، یه وقت خاص خودش رو داره، یک سیمای خاص خودش رو داره، یه حرکت خاصی تو خودش رو داره و ما کارهایی رو انجام میدیم. همه عبادت‌های دیگر انجام دادنی هست. اما این عبادت روزه عبادت منع هست، انجام ندادن. ما در عبادت روزه کاری رو نمی کنیم، بلکه خودمون رو نگه می‌داریم از اینی که یک کاری رو انجام بدیم. این همش برمیگرده به داخل قلب، همش برای ساختار قلب هست. لعلکم تتقون. تقوا رو وقتی میایم توی قرآن نگاه میکنیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوا پیشه کنید. یعنی ایمان یه مرحله میاره شما رو مؤمن هستید، بله، اما ای مؤمنان تقوا پیشه کنید. تقوا یه مرحله بیشتر از ایمان هست. یعنی تقوا ما رو میکشونه به طرف چی؟ به طرف احسان. تقوا ما رو میکشونه به بیداری حس انسان در هر لحظه و آن که من چه کار دارم انجام میدم، آیا الله متعال از من در خواهد گذشت، آیا این مورد قبول الله هست یا نه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای مؤمنان تقوا پیشه کنید، نکنه که از این دنیا برید الا مگر اینکه شما مؤمنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ای مؤمنان تقوا ایجاد کنید و نگاه کنید که برای فرداتون، برای فردای قیامت چه دارید تقدیم میکنید. تقوا و اینی که برای فردای قیامت، این فضای رمضان هست که ما رو بیاره مهارت خاصی بده. مهارت در عبادت‌های رمضانی، مهارت در روزه، مهارت در قیام اللیل، مهارت در انفاق فی سبیل الله، اینا همش مهارت هست. در عبادت‌ها ما تلاش میکنیم تا عبادت رو به دست بیاریم، ماهر باشیم. وقتی میخوایم قرآن یاد بگیریم، کسی که قرآن بلد نیست تازه یاد میگیره، له اجران، 2 تا پاداش داره. پاداش قرآن تلاوت کردنش، پاداش تلاشش. تا وقتی میاد میشه ماهر. الماهر بالقرآن مع الکرام البررة، کسی که مهارت مع السفرة الکرام البررة، کسی که ماهر میشه در قرآن، فن قرآن رو یاد میگیره، این با سفرة الکرام البررة، یعنی با دیگه در جایگاهش خیلی خیلی ویژه و خاص هست. این یه مهارت میخواد، تلاش کرد طرف تا به این مهارت رسید. در عبادت‌های دیگه هم همینطور. در روزه مهارت چی میخواد؟ مهارت اخلاص فی سبیل الله، یک خلوص جانانه میخواد. یعنی در خلوص بهم و ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اگر شما وقتی صدقه میدید، این صدقه رو ظاهر بکنید، بدید تا مردم ببینن، تشویق بشن، این خوبه. اما عموما باید صدقات مخفی باشه. تا چی؟ تا در تو اخلاص رشد بکنه، تا تو مهارت اخلاص رو به دست بیاری، تا نکنه که یک چیزی از ریا بیاد داخل زندگی تو. این مهارت رو ما به دست آوردن، اینجاست که روزه لذت بخش میشه. در گرسنگیش لذته، در تشنگیش لذته، در ممنوعیت از هر فعل حرام لذته. در روزه شما میایید از روزه عوام که همون روزه آب و خورد و نوش و شهوت و این هاست عروج میکنید، میرسید به روزه خواص. روزه خواص تمام جسمت روزه است، گوشات روزه است، چشت روزه است، دست و پاد روزه است، هیچ کاری رو نمی کنی که با روزه تضاد داشته باشه، تا میرسی به روزه خواص الخواص که حتی خیالاتت، حتی تصوراتت روزه میشه و صاف میشه و به اصطلاح آلایش پیدا میکنه. الان بیایم یه تصویر رو ببینیم از زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یک تصویر بسیار عجیبی. شما تصور بکنید مجموعه یک کوکبه، یک مجموعه بزرگی از فرشتگان اومدن پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، تمام کلیدهای مال و ثروت و زندگی و آسایش دنیا رو، تمام کلیدها و رمزهای گنجهای دنیا رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدن. تمام خزائن دنیا، یعنی خزائن طلا و الماس و نفت و گاز و هر چه که در تصورت میکنی از خزائن دنیا
کلیدش، رمزش این فرشتگان آوردن برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اگر میخوای اینا رو بردار. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ترمیزی میگن که عرضت علی مفاتیح خزائن الدنیا و کنوز الارض، یعنی تمام کلید تمام گنج های دنیا، کلید تمام خزینه های دنیا رو به من عرضه کردن. آقا میخوای بردار. فرددتها، من اینا رو گفتم نمیخوام. چرا نمیخوای پیامبر؟ گفت فرمودن و قلت اجوع یوما و اشبع یوما، من نمیخوام که در ناز و نعمت زندگی کنم، من میخوام که یک روز گرسنه باشم، یه روز سیر باشم. من میخوام این جزر و مدی که انسان رو حفظ میکنه رو داشته باشم. اجوع یوما و اشبع یوما، احمدک اذا شبعت و اتضرع الیک اذا جوعت. ای خدای من میخوام که زندگیم این باشه، یه روز سیر باشم تا شکر و حمد تو را به جا بیارم، یه روز گرسنه باشم تا به درگاه تو ای الله زاری و خواهش و تمنا بکنم که خدایا من بنده بیچاره گرسنه‌ام، به من بده. میخوام این بندگیم رو، از حس بندگیم لذت ببرم، در وقتی که سیرم از حس کرم و سخاوت تو ای الله لذت ببرم، وقتی که گرسنه‌ام از حس تضرع و زاری در درگاه تو ای خدا به اصطلاح لذت ببرم. اجوع یوما فاذکرک، گرسنه باشم بیاد تو باشم. بیاد تو که میشم دیگه کبر و غرور بهم دست نمیزه، میام به اصطلاح تضرع و زاری میکنم، صبر میکنم، شکر الله رو به جا میارم و خواهش و تمنای خودم رو به تو پیش میکنم، در تهجدم، در نیازهام همه دروازه های تو ای الله رو میزنم. و اشبع یوما فاشکرک، و یه روز گرسنه میشم، سیر میشم، شکر تو رو به جا میارم. این دیگه میدونم که این نعمت از جانب الله متعال هست، با در کمال تواضع و فروتنی شکر تو ای الله رو به جا میارم. حالا بیاییم روزه رو از یک بعد روانشناسی انسان به اصطلاح شناختی نگاه بکنیم. یه بعدی از ابعاد زندگی انسان رو بیاییم تو قالب روزه، نیازهای پنجگانه انسانی رو بیاریم توی قالب روزه بسنجیم که ببینیم این روزه از بعد روانشناختی به ما چی میده. نیازهای پنجگانه انسانی رو روانشناسا میگن که انسان 5 تا نیاز عمیق عمده داره. برخی ها نیازهای فیزیولوژی انسان هست، نیازهای جسمیش، خورد و نوش و پوشاک و از این حرفا. جسم انسان چی نیاز داره، این نیازها رو انسان از جمله نیازهاش. برخی ها هستن نیاز محبت و نیاز همبستگی است که آقا من جز یک گروهی هستم. انسان موجود اجتماعی است. شما میبینید هر کس آقا اسمت چیه؟ اسمم فلان عمرا، حسینی، محمدی، زیایی، زهرابی، انصاری. اینا یعنی چی؟ یعنی من از یه طایفه ای هستم همشون انصاری هستن، از یه طایفه ای هستن همشون زهرابی هستن، از یک طایفه ای هستن همشون حسینی هستن، از یعنی من عددی هستم از یک جامعه. این حس انسانی است. حس انسانی است، یک نیاز انسانی است که خودش رو به چیزی بچسبونه و شما همیشه این رو میبینید که افراد خودشون به قبیله میچسبونن، به کشور میچسبونن، به یک جماعت و یک حزب و یک گروهی میچسبونن، به یک مؤسسه خودشون رو میچسبونن که من از این مؤسسه هم. این یه نیاز طبیعی فطری انسان هاست. انسان اجتماعی باید چنین باشه. یه نیاز دیگه ای که انسان داره نیاز قدرشناسی است که وقتی کاری رو میکنه بگن آفرین، دست در نکنه، شما اگر نبودید این کار نمیشد، ما از شما قدردان زحمت های شما هستیم، قدر شما رو ما میدونیم. یکی دیگه هم نیاز چی هست؟ نیاز آزادی. انسان به طبیعتش خداوند متعال انسان رو آزاده خلق کرد. این و نیاز پنجم نیاز استراحت، لم دادن، همینجوری کمکی خودشون رو آرام کردن. حالا بیاییم به روزه نگاه بکنیم. روزه ای که برخلاف عبادت های دیگه، عبادت چی هست؟ عبادت ترمز زدن، عبادت منع کردن خودمون. خب
ببینید در روزه نیازهای فیزیولوژی انسان، نیازهای جسمانی، ما اصلا امروزه یک فنی در باب پزشکی داریم به نام روزه درمانی که افراد الان برای رسیدن به درمانهای مختلف، برای قدرت دفاعی جسم رو بالا بردن، برای جسم رو قوت دادن، نیاز دارن به روزه و الان روزه درمانی مد شده. یعنی جسم به خاطر استراحت خودش، به خاطر نمیدونم آپدیت خودش نیاز داره به روزه. پس یکی از نیازهای فیزیولوژی جسم انسان چه هست؟ روزه. خب حالا این روزه هست، پس نیازی ما هست، یعنی روزه داره به ما کمک میکنه. اما وقتی که من روزه میگیرم این مد نظر من نیست، این از حکمتهای عبادت هست. همه عبادت ها توش حکمت هایی هست، توش فوایدی هست غیر از اون بعد عبادی که ما در نظر داریم. اما من انسان چرا اینو انجام میدم؟ فقط بعد عبادی، بعد بندگی من و احساس عظمت الله متعال، این مد نظر منه. حالا بیاییم ببینیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما میگه که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی وقتی که ما روزه میگیریم، این روزه به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه ما مؤمنیم، هدفمون ایمان به اون چیزی که از جانب الله متعال اومده، ایمان به این که این رکنی از ارکان پنجگانه اسلام هست، و احتسابا، و این کار رو من میکنم، این روزه رو میگیرم، هدفم چی است؟ فقط و فقط رسیدن به رضایت الله متعال. هیچ چیز دیگه مد نظر من نیست مگر رسیدن به رضایت الله متعال. پس من روزه رو انجام میدم به خاطر چی؟ به خاطر اینی که این روزه من امر الهی است، به خاطر این که این دستوری است از جانب الله متعال، من بنده الله هستم، این رو انجام میدم تا اجر و ثوابم رو از الله متعال دریافت کنم. این برنامه روزه من است. اما این برای من فواید دیگه ای داره، فوایدی برای جسم و روان من داره، این بود دیگه است. الحمدلله همه عبادت ها، همه کارهایی که من میکنم، چون که همه شفا از جانب الله است، آرامش از جانب الله است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، در یاد الله قلبها آرام میگیره. ما الان در یک آرامش و در یک سکونتی به سر میبریم. بعدش نیاز دوم، نیاز اینی که شما جزئی از یک مجموعه باشی. در روزه این اتفاق میفته که من انسان مسلمون یهو خودم رو در چی میبینم؟ در 2.5 میلیارد مسلمون. 2.5 میلیارد مسلمون در یک آن با هم روزه میگیرن، در یک آن با هم افطار میکنن. یعنی کل جامعه اسلامی، کل دنیای ما مسلمون ها میشه یک خانواده واحد. این خانواده واحد برنامه غذاییشون مشخصه، سر ساعت فلان بخور، سر ساعت فلان نخور، سر ساعت فلان نمازت، سر ساعت فلان از خواب بیدار شد. یعنی چه لذتی داره وقتی که شما نیمه‌های شب بلند میشین و میبینید از پنجره خونت نگاه میکنه اوی کل مردم بیدار شدن برای سحری. ما همه یک جماعتی، ما همه یک گروهیم. یعنی این احساس اینی که شما از یک این جماعت و از یک گروه هست. و برای قدرت بخشیدن به این حس میبینید عمره رمضان جایگاه خاص خودش رو داره. عمره رمضان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهش بیشتر تأکید دارن و میبینید که مسلمون ها یه شوق خاصی پیدا میکنن برای رفتن به عمره. چرا؟ چون که در عمره رمضان شما میبینید مردمی که برای عمره رمضان جمع میشن شاید بیشتر از مردمی که در حج میان. یعنی در اونجا شما این حس وابسته بودن به یک کیان بزرگ، یک قدرت بزرگ به شما اعتماد به نفس میده، قدرت میده. این وابستگی و جزء یک جماعت بزرگ بودن همیشه به انسان قوت نفس میده. برای همین است که عبادت‌ها و دین این رو حفظ کرده. چرا؟ چون یه نیاز انسانی است. همه مسلمون ها به یک طرف، به کعبه، باید به سوی کعبه نماز بخونن. همه مسلمون ها یه وقت نماز بخونن. همه مسلمون ها در هر منطقه باید توی مسجد نماز جمعه رو بخونن. همه مسلمون ها همه در یک وقت باید روز عید و روز عید تو مسجد نخونید، آقا برید توی میدان بزرگ که همتون جا بگیرید. همه اینا برای چه است؟ برای اشباع این نیاز انسانی. نیاز اینی که من ببینم که من از کیم، من تنها نیستم. اینی که شما احساس میکنید نمازت ورکعوا مع الراکعین، حق نداری تو خونت نماز بخونی، باید تو جماعت بخونی. تو جماعت که میخونی همیشه تو در یک جامعه بزرگ هستی.
انسان فرد واحد در یک جماعت بزرگ. از جماعت بزرگ قدرت شخصیتی و اعتماد به نفس و خود باوری رو میگیری. از عبادت فردی خودت رو میسازی. همه این عبادت های فردیه. شما وقتی میرید توی جماعت نماز میخونید، شما یه فرد نماز میخونید، شما یه فردید که جلوی الله میگی الله اکبر، من بنده تو هستم ای الله. اما باید همین راز و نیازت با الله توی جماعت باشه. حج یه عبادت فردیه. مردم حج رفتن نرفتن من باید برم. حج هیچ امامی نداره، هر کسی واسه خودش حج میکنه. اما همه کسایی که واسه خدا جمع شدن چی؟ یک جماعت چندین میلیونی. اینجاست که شما اونجا آفریقایی رو میبینید، آسیایی رو میبینید، چپ و راست، زرد و سفید و سیاه و هر رنگ و هر شکل و هر قیافه میگیری، میگی او خدا من چقدر خواهر برادر دارم، چقدر قدرت دارم. روزه میاد این رو اشباعش میکنه در تو، این نیاز تو رو که تو احساس میکنی که چه جایگاهی داری. بعدش احساس به تقدیر و قدر شناسی که من قدر و منزلتم کجاست. اینجاست که خداوند متعال از توی انسان قدر و شناسی میکنه برای روزت. آفرین بر تو ای مؤمن، آفرین بر تو. این آفرین بر تو رو چطوری خداوند متعال به ما میگه؟ در حدیث قدسی خداوند متعال میفرمایند که کل عمل ابن آدم له، هر عملی که ابن آدم انجام میده برای خودشه. برای خودشه یعنی چی؟ یعنی در یک سیستمی که من قرار دادم، اون میاد از این سیستم واسه خودش برمیداره. چیه سیستمت الهی؟ میگه که سیستم من اینجوریه که اگر شما یک عمل خیری انجام دادید، ها چی باشه، نماز باشه، روزه باشه، صدقه باشه، خیرات باشه، در کمک به دیگران باشه، اصلاح جامعه باشه، دعوت به سوی الله باشه، جهاد فی سبیل الله باشه، تمکین حکم الله باشه، هر چی میخواد باشه، این هر عمل خیری، هر عمل معروفی، هر چیز خوبی پیش الله 10 تا، حداقلش 10 تا ثواب داره. همینی که بخوای بکنیش ثوابشو گرفتی، انجامش دادی 10 تا 700 برابر، تا اضعافا مضاعفه، تا بیشتر و بیشترها. همه ی عملها اینجوریه. بله من میخوام که یه اجر و پاداشی بگیرم، امروز میخوام که 100,000 اجر بگیرم، میرم اعمال صالح انجام میدم، میدونم که اینا توی حساب من هست، یه سیستمی هست، توی این سیستم من قرار گرفتم، اجرمو میگیرم. همه ی عبادت ها اینجوری، همه عبادت ها اینجوری، مگر روزه الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. روزه از منه و منم که پاداشش رو میدم. یعنی روزه در این قالب نمی گنجه، این فراتر از این قالبه. یعنی وقتی میگی هر عبادتی 700 و هزاران بار بیشتر اجر میگیره، روزه اینجوری نیست. روزه رو اصلا خارج از این قاعده کسی که این قانون رو گذاشته خودش الله متعال میگه این مال منم که اجرش رو میدم. یعنی روزه عبادت چه هست؟ عبادت صبره. این فرد صبر کرد خودش رو از حرام و از مباح. روزه عجیبه. روزه من از حرام نیست، من از حلال هست. قبل از حرام همیشه باید من باشه. در رمضان و غیر رمضان شما مجبورید که باید از حرام دوری کنید. در روزه چی؟ در روزه نه، تو بیای از حلال دوری کن. از حلال که دوری میکنی قدرتی در تو ایجاد میشه که دوری از حرام متنفر میشی. وقتی که خودت رو کنترل میکنی، از حلال خودت رو منع میکنی، صبر میکنی بر عدم استفاده از حلال الله، از نعمتهای الله متعال، این در تو قدرتی رو به وجود میاره که تو دیگه از حرام متنفر میشی، اصلا به فکر حرام نمیری. فانا اجزی به، اینه که اجر و پاداشش با خداست. چرا؟ چون که این عبادت صبره و صبر در پیش خداوند جایگاه خاصی داره. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ما صابران رو اجرشون رو میدیم. پاداش صابران چقدره؟ بی منتها. پاداش صابران تا بی نهایت. پاداش صابران پاداش بی نهایتی هست. پس روزه میاد این جز از نیاز من انسان که از من قدر شناسی بشه رو خداوند قدر شناسی میکنه.
یه روز برای الله روزه میگیری 70,000 سال، 70 سال از 70 خریفا، 70 سال از جهنم تو دور میشی، گناهانت بخشیده میشه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو یک روز روزه میگیری، رمضان روزه میگیری، تمام گناهانت بخشیده میشن. ببین چقدر قدر شناسی میکنه الله متعال از این روزه ما. بعد از اون یکی از نیازهای انسان نیاز آزادی است. یعنی وقتی شما آزادی رو از کسی سلب بکنید، ببینید چه وضع حالی پیدا میکنه. یعنی شمایی که توی کشورت زندگی میکنی، توی یک مثلا و اصلا تو عمرت از این کشور نرفتی بیرون، اصلا پدر و پدر بزرگات از خارج از کشور نرفتن، یهو دادگاه برای شما حکمی صادر میکنه ممنوع خروج از کشور. اینقدر رود فشار میاره، انگار که تو هر روز مثلا میرفتی خارج و می اومدی و زندگیت با خارج بسته است و فلان، اصلا نمیدونستی خارج. اما همینی که احساس کردی قبل از این آزاد بودی، هر وقت میخواستی میری، نمیخواستی نرفتی چون که نمیخواستی. الان اگر میخواستی میتونستی بری، الان بهت میگن حتی اگر بخوای نمیذاریم بری. اینو احساس میکنی که آزادی تو سلب شد. وقتی که در خونه رو به روت میبندن، میگن آقا در خونه رو از بیرون پلم زدن، آقا 3-4 روز اصلا تو خونه اصلا نمیرفتی بیرون، همه امکاناتی که نیاز بود داشتی. حالا از همون لحظه ای که میشنوی پلم زده شده و آزادی تو سلب شده، این پلم 2 روز قبل زدن، تو 2 روزش خبر نداشتی، هیچ احساس نداشتی. همینی که خبر شدی دیگه ببین چه حالتی بهت میده. چرا؟ چون انسان آزاده خلق شده. خداوند متعال انسان رو آزاده خلق کرده. آزادی چیه؟ آزادی اینه که من اونطوری که میخوام حرکت بکنم به اون طوری که به اصطلاح آیا تو این حرکت من خستگی هست؟ حتی باشه، من آزادم میرم پیکنیک توش خستگی هست. یعنی آزادی اینه که من مهارم دست خودم باشه، این رو میگن آزادی. در سایه آزادی بی‌لگامی نیست، آزادی قید و بند گذاشتن هاست. بی‌لگامی انسان هایی که به اصطلاح عقلشون کوچیکه، درکشون از زندگی درک پوچی هست، فقط با دهل و ساز و سرنای دیگران میرقصن، آزادی و بی‌بندوباری رو قاطی کردن. شما میبینید مثلا میگن که فلان خانم، میگن ایشون آزاده. یعنی چی؟ یعنی بی حجاب و لخت و عریان میگرده. برعکس این بیچاره است، این که عریانی صفات حیوانی است. عریانی آزادی نیست، عریانی برده چشمه‌های دیگران بودن است. این خانمه چون که برده چشمه‌های دیگران هست، تشنه یک کفی هست، تشنه یه نگاهی هست، میخواد این نگاه رو اینجوری جلب کنه، این برده است، آزاده نیست، این غلامه. آزادی کیه؟ آزادی اونه که کاری که میخواد با اختیار خودش انجام میده. شما تصور بکنید آزادی و بی‌لگامی رو اگر بخوایم یه مثالش بزنیم، ماشین ها توی خیابون ها ببین با چه آزادانه حرکت میکنن، با سرعت میرن میان. چرا؟ چون که قوانین هست، قوانین رفت آمد هست، چراغ راهنما هست، از این بر برو از این بر بیا. این قوانین به ما آزادی داده در حرکت. اگر این قوانین نمی بود اون وقت چی میشد؟ بی‌بندوباری. شما آزادانه نمیتونستید، هرگز نمیتونستید سرعت بری، چون که هر لحظه امکان بود از این کوچه که بزنه بیرون، از اون بری که بیاد، از جلوت کسی سبز بشه. چرا؟ چون قانون نیست، بی‌بندوباری. پس آزادی به ضمانت آزادی چی میشه؟ با قانون گذاری. قانون و این حرکت در این قانون، منم که حرکت میکنم توی این قانون با اختیار خودم. روزه میاد چیکار میکنه؟ روزه میاد این آزادی رو برای تو تأمین میکنه که تو آزادانه در حالی که در خونت همه غذاها رو داری، همه نوشیدنی ها رو داری، در حال همه این شهوت ها رو داری، انجامش نمیدی، فقط و فقط به خود من مهارم دست خودمه، نمیخوام. خوردنی هست، گرسنه‌ای، چرا نمیخوری؟ نمیخورم، من میخوام خودم رو راضی بکنم. نوشیدنی هست، چرا نمیخونی؟ من منتظرم کسی که این نوشیدنی رو به من داده، خالق من، به من بگه بخور. در این آزادی من چه کار میکنم؟ من یک تفاهمی، یک احساسی بر خودم به وجود میارم با خالق و آفریدگار من. یعنی اینجا میگم که نه،
من آزادم تا بنده الله باشم. ای خدا من به آزادانه، بدون هیچ اجباری، بدون هیچ اکراهی، بدون اینی که بالای سرم پلیسی باشه، بدون این که کسی منو منع بکنه یا فلان، نه خدا، خالق من تویی، این نعمتها رو تو به من دادی، هر وقت تو گفتی بخور میخورم. اذان مغرب که شد الله اکبر الله اکبر یعنی چی؟ یعنی الله اکبر به تو ای بنده اجازه داده که از نعمتهاش استفاده کنی. لبیک اللهم لبیک، این نعمت پس مال من نیست، مال الله هست، الله به من داده، الان میخورم. در سحری الله اکبر، الله اکبر به تو ای بنده میگه که بس نخور، اجازه نداری بخور، میگی چشم الهی نمیخورم. سیر شدی نشدی، خوب بود نبود، تموم، نمیخورم. چرا؟ چون که دستور از جانب الله اومد. پس من در این فضای روزه حس آزادیم اشباع میشه، حس به این که به چی نگاه بکنم به چی نکنم، به چه حرفی رو بزنم چی نزنم. بعد نمیگم طرف میاد به من ظلم میکنه، حرف میزنه، فلان میکنه که من عصبانی بشم. چی میگم؟ اللهم اینی صائم، میگم خدایا من روزم، چون که من روزم خودمو کنترل میکنم، ماهارم دست خودمه، من کار اشتباه نمیکنم، ماهارم دست خودمه. پس این اظهار آزادی، من اختیارم دست خودمه، انتخابم دست خودمه. این است که روزه منو به اصطلاح این حس رو میده. و در روزه یک راحتی است. راحتی فیزیولوژی رو گفتیم، جسم راحت میشه، فکر و اندیشه من راحت میشه، همه کارهای من راحتی میشه. راحت بودن به معنای نیست که شما در اون مشقتی رو تحمل نکنید. ما به خاطر اینکه آقا بیا یک راحتی یک کاری بکنیم، چه کار بکنیم؟ بریم پیکنیک. کجا بریم؟ بریم کوهنوردی. پیکنیک رفتن، کوهنوردی رفتن، ورزش رفتن، شنا رفتن، دریا رفتن، این همه خستگی داره. این خستگی جزئی از لذت چه است؟ لذت آرامش است، لذت فضا رو عوض کردن. یه سال ما یه روتین خاص زندگی داشتیم، خوابمون، بیداریمون، رفتمون، آمدمون، خوردمون، خوراکمون و فلان، نمازامون و همه چیز. یهو میگیم آقا بریم پیکنیک. پیکنیک چی؟ پیکنیک رمضان. یعنی یک جو رو عوضش بکنیم. در این پیکنیک چی میشه؟ مهمترین چیز آقا خورد و خوراکمون قضیهش اصلا کلن اوقاتش به هم میخوره. شکمی که عادت کرده بوده به یک سیستمی، الان با یک سیستم دیگه باید بسازه. کاملا پیکنیک دیگه، یک جو رو عوض کردن، یک آرامش جدیدی رو، یک تجربه جدید رو تجربه کردن. خوابیدنمون اون وقتای خاصی کلا سیستمش به هم خورد. نمازامون کلا سیستمش به هم خورد. میرفتیم 4 رکعت نماز عشا رو میخوندیم، بعد میومدیم خونه چند رکعت به اصطلاح سنت و رواتب و اینا رو میخوندیم، بعدش دیگه میخوابیدیم، قبل از به اصطلاح نماز فجر بلند میشدیم و تهجدی میخوندیم یا وترمون رو میخوندیم و تمام. الان نه، الان میریم آقا زودی افطاری بکن که به نماز برسی، رسیدی به نماز برمیگردی استراحتی میکنیم، بعد برو نماز عشا، نماز عشا بعدش تراویح پشت سر هم، بعدش یک کمه که میخوابی با که نماز تهجد، برو به نماز تهجد، بعد از تهجد برو به نماز فجر، بعد از فجر، همش اینها در یک حالت از سرعت. همونطوری که شما تو مسابقات سرعت بری، اینجا یک نوع وقت شناسی و یک سرعت و حرکت، یعنی شما فرض میشید، یک نوع اصلا کلا زندگی به هم میریزه و یک ترتیب دیگه‌ای به اصطلاح درست میشه. این همش به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه کلا فضا رو عوض میکنی، فضا رو عوض کردی، اومدی و در یک فضای دیگه قرار گرفتی. یعنی اون نیاز تفریحی که جزئی از نیازهای من انسان هست برآورد شد. پس اون چیزی که روانشناختی انسانی به ما میگه که نیازهای انسان، چه نیاز فیزیولوژیست، چه نیاز وابستگی به یک گروه و جماعت، چه نیاز قدرشناسی، چه نیاز آزادی و چه نیاز تفریح، همه این نیازها رو روزه به این صورت در ما برآورد کرد و اینها ما رو میکشونه به چی؟ به اینی که شکر الله رو به جا بیاریم. و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمند از بندگان من که شکر نعمت میگیرن. چرا؟ اینا چرا افرادی این نعمت رو به این صورت نمیبینن؟
چرا بندگان نعمت رو به این صورت نمی بینن؟ چون که به اصطلاح عادت کردن به ندیدن نعمت و دیدن نقمت. ما دو نوع بینش داریم، دو تا چشم داریم. یکی چشم زنبور عسلی. چشم زنبور عسلی همه گلها رو در جامعه میبینه. اگر شما هر جا ببری زنبور عسل رو میره گلش رو پیدا میکنه و عسلش رو درست میکنه. این چشمی هست که نعمت ها رو میبینه، زیبایی ها رو میبینه. یه چشمی هست چشم مگسی، چشم خرمگس، هر جا بره فقط کثافت ها رو میبینه. ببریش تو گلستان کثافت ها رو پیدا میکنه، میره روی کثافت ها میشینه، بیماری درست میکنه، ویروس درست میکنه. پس من انسان کجام؟ اینجاست که روزه میاد به من با حرکت صبر، با حرکت رضایت الله متعال، با ساختن داخل من، یعنی نظافت داخلی من میاد و در من یک حس دیگه‌ای پیدا میکنه. این حس، ببینید چه چیزی باعث میشه که چه چیزی باعث میشه که انسان‌ها خیلی ناراحت بشن، خیلی دلخور بشن، از همه چیز بنالند. انسان‌هایی که از همه چیز مینالند این است که یک توقعاتی دارن، دایره توقعات بسیار بزرگ و یک واقعیت هایی که لمس میکنن کمه، توقعاتی که دارن بیشتر از این است. واسه همینه که همیشه اذیتن، آزارن، همیشه. یعنی شما ببین این مثال رو ببین که چه دقت توجه کن. شما میرید یه شهری دیگه، یه دوستی دارید اونجا، دایره توقعاتت رو اگر نتونستی مهار بکنی چی میشه؟ چون که دوستته، انتظار داری که ایشون میدونه که شما ساعت چند میرسی، باید بیاد فرودگاه استقبال شما رو از اونجا بگیره، از فرودگاه ببره تو شهر، یک دوری بزنه، ببره میمانخونه خونش دیگه. این چند روزی که 10 روزی که شما توی اون شهر هستید در خدمت شما 24 ساعت وایسه. این انتظارات شماست. وقتی میایی توی اون شهر، رفیق تو اصلا تو بحر زندگی خودش هست بیچاره، به خانمش بیمار، مشکل داره با بچهش، بیمارستان و فلان، و اون اصلا نتونست که اصلا، فقط میخواست که به اصطلاح شما که اومدی حداقل شما رو ببینه. شما اومدی برای گردش خودتو میکنی، اون میخواد که شما رو یک فرصتی شد به هر حال بیاد ببینه در همین به اصطلاح مشغله های خودش. انتظارات شما چی بود؟ واقعیت چی بود؟ اینجاست که دیگه از این شهر، از لحظه‌ای که میای دیگه از این سفرت لذت میبری. همه این 10 روزی که اینجا هستی نفرین و بد و بیرا گفتن به همون رفیق تو، زنگ زدن به این دوست و از این نالیدن و به خانواده و من غلط کردم تو این شهر اومدم، چرا اومدم، این آدم نیست و این فلان است و الا. دایره توقعاتت بسیار بود، دایره واقعیت تنگ. واقعیت نتونست توقعات تو رو جبران بکنه. اینجاست که دیگه اذیتی. در فضای روزه و در فضای مفهوم تقدیر الله متعال ما طوری تربیت میشیم که نه، دایره واقعیت، دایره توقعات ما همیشه کمتر از دایره واقعیت هاست. یعنی اگر شما دایره توقعاتت این بود که شما میرید توی اون کشور برای به اصطلاح برنامه کاری خود، تجارت، سیاحت، در چی می‌خواستی بری، فلانی اونجاست، اگر بشه تلفنشو که دارم، اگر بشه من اون ایشون رو ببینم، یه تلفنی بهش بکنم، حالا احوالی ازش بپرسم. این دایره چه از توقعات شما. اومدی از فرودگاه، اومدی بیرون، دیدی که ایشون اومده استقبال شما، بعد شما رو برد و میهمانتون کرد، یه روزی با شما بود. ببین چقدر خوشحال میشی و ممنون و متشکر. چرا؟ چون که دایره توقعات شما از واقعیت کمتر بود، واقعیت خیلی بیشتر بود از دایره توقعات شما. این وقت لذت میبری از زندگی. ما اینجوری تربیت میشیم که دایره توقعاتمون پایینه، دایره امیدمون به رحمت الله همیشه چشم دوخت به رحمت الله داریم و هر اتفاقی که میفته میگیم چی؟ قدر الله ما شاء فعل، حتما تو همین خیره، این تقدیر الله متعال اینجوری بود و این خیره. یعنی این ما رو میرسونه به مرحله چی؟ به مرحله شکر نعمت گفتن. و این کار هر کسی نیست. و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمند از
بندگان من که شکر نعمت به جا میارن. چرا؟ چون که بنده همیشه چهره تاریخ رو میبینه. یعنی وقتی یه عزیزی از شما فوت میکنه، ببین یه ضربه هست، تو این ضربه شما کجایی؟ او ناله و گریه و زاری که من چرا از دست دادم. مادر رفت دیگه، از آن روابط خانوادگی به هم میریزه و فلان میشه و الا میشه، کسی نیست که برای من دعا کنه و فلان. اما اگر از یه زاویه دیگه نگاه کنی، مادر رفت، بله رفت، اما کی رفت؟ الحمدلله که خداوند متعال مادرم رو عمری داد که این مادر تمامی این عمرش رو با ایمان زندگی کرد. شکر داره؟ جای شکر داره یا نه؟ مادرم الحمدلله با خوشنامی رفت، جای شکر داره؟ الحمدلله که 10 تا بچه آورد و این بچه هاش صالح و نیکن، جای شکر داره؟ الحمدلله که در صحت و سلامتی و محتاج کسی نشد، جای شکر داره؟ یعنی ابعاد نعمت خیلی زیاده. کجا رفت؟ رفت با ایمانش که بره به بهشت، رفت با ایمانش که از این خستگی های دنیا و بیماری ها و زجر دنیا راحت بشه، بره توی بهشت ها، بره به دیدار پیامبران، جایش رو در بهشت ها ببینه. این جایگاه مادر رو، این بعد رو وقتی نگاه میکنی میبینی که اصلا قضیه فرق خواهد کرد دیگه. اونجا تحمل مصیبت آسون میشه. رمضان میاد ما رو آموزش میده تا بر عبادت شکر. عبادت شکر، اعملوا آل داوود شکرا. عبادت شکر گفتنی نیست، کردنیه، انجام دادنیه. عبادت شکر میاد رمضان ما رو با یک کمکی گرسنگی آشنا میکنه تا حس فقیر در ما ایجاد بشه. من گرسنه‌ام یعنی چی؟ فقیر غذام، نیاز به غذا دارم. هر چیزی که شما احساس به نیاز اون رو بکنید شما فقیر اونید. اینجاست که دیگه احساسم به دیگران فعالتر میشه. همینی که احساسم به دیگران فعالتر شد، شکرم بیشتر میشه. و این شکر منو رشد میده. اینه که ما نیاز داریم که به اصطلاح این رو درک کنیم. و رمضان اصلا کلش خیر هست، دین ما اصلا کلش خیر هست. یعنی شما همینی که از امت پیامبر شدی ببینید که چه فضاهای حرکتتون رو ببین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد کل امتی یدخلون الجنه، همه امتیان من وارد بهشت میشن الا من ابا، مگر اون کسی که نمیخواد. تنها کسی که خودش نمیخواد وارد بهشت نمیشه. صحابه با تعجب گفتم یا رسول الله، مگه کسی هست که نخواد؟ کسی هست که نخواد؟ گفتم بله. من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا. کسی که از من اطاعت کرد وارد بهشت میشه، کسی که سرپیچی کنه خب نمیخواد. یعنی یک کسی هست که چیزی رو نمیدونه، خب یادش میدیم، خیلی آسون هست. خب کسی هست که چیزی کاری رو میخواد انجام بده نمیتونه، کمکش میکنیم انجام. اما کسی هست که نمیخواد. کسی که نمیخواد شما باش حلی ندارید. این نمیخواد وارد بهشت بشه. کسی که نماز نمیخونه نمیخواد وارد بهشت بشه. کسی که روزه نمیگیره نمیخواد وارد بهشت بشه. دیگه الان شما برای این درمانی ندارید. نمیخواد. بلد نمیبود، خب یادش میدید. اینجاست که ما یاد میگیریم چطور عقلمون رو به کار بگیریم. روزه میاد این بعد رو از در ما فعال میکنه. بعد تفکر در هر چیزی. آقا من میخوام یا نمیخوام؟ آیا این مسیری که من میرم یا نمیرم؟ انتخاب به خودش هست. این فضای عقل و انفعالات، احساسات و انفعالات. اون قدیما مردم فکر میکردن که نیروی متحکم و پادشاه انسان عقله. تا سال 1994 فکر میکردن که آقای یک انسان عقله، عقلش خوب بود دیگه همه چیز برابر. تا اینی که بعداً فهمیدن نه، اون چیزی که حتی عقل رو تحت کنترل خودش داره چی هست؟ انفعالات هست، احساساته. احساسات. این که احساسات شما در تربیت دینی میبینید شما رو به چی میگن؟
من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. کسی که حرف بد و کارهای بد رو، یعنی کنترل احساسات خودش رو در اختیار نداره، دیگه خداوند اصلا نیازی نداره که این بیاد روزه بگیره و آب و غذاشو ترک کنه. این آب و غذا ترک کردن این معنا نداره. این آب و غذا ترک کردنش یک بعد اجرایی هست برای بقیه. یعنی این این ترک حلال هست برای متنفر شدن از حرام. منی که قدرت دارم خودم رو در حلال کنترل بکنم، در حرام باید قدرتم 200 چندان باشه. این قضیه در روزه بر ما به وجود میاد. انفعالات که اگر فانصاب به احد او شاتمه، اگر کسی اومد کسی بدون مقدمه به شما فوش میده، بد و بیرا میگه، فلان و فلان، روزه چی میگه؟ میگه بگو اللهم انی صائم. با خودت بگو خدای بار الله من روزم خدایا من روزم. یعنی خودت رو کنترل بکن، چون که من روزم شایسته نیست که جواب بد رو با بد بدم، چون که من روزم باید بهترین باشم. یعنی اینی که من خودم رو بتونم انفعالاتم رو کنترل کنم. انفعالاتت رو که کنترل کردی، این مرحله بزرگ تقواست، این مرحله پهلوانی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند پهلوان کیه؟ لیس الشدید بالسرعه. پهلوان اون کسی نیست که دیگران رو کمرشون رو به زمین بزنه. پهلوان اون قول پیکر با بازوهای بزرگ نیست. لیس الشدید بالسرعه. از سرعه کشتیگیری و دیگری رو به زمین زدن این علامت پهلوانی نیست. پهلوان کیه؟ من یمسک نفسه عند الغضب. کسی که در حالتهای فوران انفعالات و احساسات، در حالتهای خشم خودش رو کنترل میکنه. این در حالتهای خشم خودت رو کنترل کردن، این از تو پهلوان میسازه. اینجاست که دیگه میفهمیم که اونایی که در به اصطلاح تلاشند تا روزه رو از ما بگیرند، اونهایی که تلاش دارند به صورت سیستماتیک روزه رو از من انسان بگیرند، چقدر میدونن که روزه چه بلایی در سر اونها آورده. چرا شیطانهای انسانی اینقدر تلاش میکنند و اینقدر هزینه میکنند؟ شما فکر کنید این فیلم هایی که میذارن حتی توی شبکه‌های اسلامی، توی فضاهای اسلامی، آقا میان فیلم ها یه نمیدونم تاریخی رو میذارن. خب این توی فیلم تاریخی رو میتونی در غیر از رمضان هم ببینید. آقا یه سریال از هر وقت میتونی ببینید. اما میان تبلیغات در رمضان امسال، در رمضان امسال نرو دنبال قرآن، نرو بیا دنبال فیلم. در رمضان امسال نرو دنبال چی و فلان، بیا در دنبال چی؟ لهو و لعب. نه، اینجاست که دیگه انسان عاقل میفهمه که چطور باید خودش رو کنترل بکنه. چطور این کنترل خود و اینی که مهار من دست من باشه، اینی که من هر جایی که میخوام عصبانی بشم، هر جایی که نمیخوام بتونم عصبانیت خودم رو کنترل بکنم. این خیلی مهم است که این روزه در ما این قضیه رو ایجاد میاد. چرا این برای ما مهمه؟ در انسانی که به اصطلاح بی شخصیته، انسان شخصیت آواره‌ای داره، شخصیت داغونی داره. شخصیت داغون کیه؟ اون کسی که نمیدونه چیکار کنه، سردرگمه، انسان سردرگم. یعنی یکی از دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چی بود؟ اللهم لم شعث نفسی. خدایا بار الها انی اسألک ان تلم شعث نفسی. این در هم برهمی من، این پریشان حالی من رو جمع کن. یعنی انسانی که با خدا نیست کجاست؟ تو پریشانی خانواده، پریشانی پدر مادر، پریشانی خویشاوندان، پریشانی کار، پریشانی روزی، پریشانی آینده، پریشانی دست آوردن مال و ثروت، فرزند، رفیقا، دوستا، فلان علان، همه در ذهنش هستند مگر الله. الله کجاست؟ میبینی این پریشان است. این در یک حالتی از تشتت فکر و اندیشه گم هست. همین انسان هایی که دچار اضطراب هستند، دچار افسردگی هستند.
این انسانهایی که تشتت فکری دارن، اینا رو میگن کدوم انسان‌ها هستن؟ یعنی در جامعه کدوم انسان‌ها رو ما میتونیم بگیم که اینها پریشان حال هستن، اینها استرس دارن، اینها نرمال نیستن؟ اینایی که مثلا میرن خودکشی میکنن. این بیچاره است در یه فضایی از ویرانی سیر میکنه. یا انسانی که هدف نداره تو زندگیش، بیچاره است، هیچ هدفی نداره. میبینید که مثلا میخواد چیکار کنه؟ چشای مردم رو جذب کنه، مردم ببینن یا من هم وجود دارم. احساس میکنه که بیهوده است، پوچه، میاد موتورشو میگیره یه چرخه میره توی خیابونا. این کیه؟ همون بیچاره است. یا میاد ماشینشو گاز میده اینجا اونجا. چرا؟ بیچاره است. اصلا زندگی این دنبال مرگ میگرده، دنبال وجود میگرده، وجودش رو گم کرده. یا کسایی که مثلا معتادن، بیچاره است، معتاد به فوتبال، کوی مسابقه فوتبال میشه جام جهانی، آقا بیا تماشاش بکن. معتاد به اینترنت و نمیدونم چی، معتاد به مثلا موبایل، سوشال میدیا و فلان و فلان، معتاد به سیگار، معتاد. اینا همش کدوم هستن؟ همین انسان‌های بیچاره، سردرگم. یا اونهایی که یه انفعال سریع نشون میدن، یعنی احساساتشون در کنترل خودشون نیست. ما اومدیم امروز گفتیم آقا رمضان کار خیر بکنی، این میره کل مال و ثروتش رو انفاق فی سبیل الله میکنه، بعدش میاد گریه میکنه، بدبخت شدم، همه چیزو دادم، چرا قرض؟ آقا فردا ازدواج ها، آقا تو اهلش نیستی، یک نمیتونی یک مهمونی خوب بدی، مهمونی میدم، میره کل پولش رو میذاره، 100 تا گوسفند میاره میکشه که چی خودی نشون بده، بعدش میمونه توش. دیدید این انفعال ها؟ آقا فلانی عزیزش وفات کرد، برو از اینجا قرض بگیر، از اونجا قرض بگیر، که چی؟ من نون مردم رو خوردم، باید به مردم نون بدم. بعدش 2 سال میزنه تو سرش قرضا رو بخواد ادا بکنه. یه برنامه ازدواج میگیره مردم رو خوش بکنم، 5 سال میزنه تو سرش فقط قرضای مردم رو بده. اینها انسانهایی همون متشتت هستن، یعنی اینها نمیتونن کنترل خودشون رو داشته باشن. اینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهمون میگه اللهم لم شعث نفسی، اللهم انی اسألک رحمتا تلم بها شعثی. این خدای بارالله، من یک رحمتی از تو میخوام که منو جمعم کنی، جمع و جورم کنی. جمع و جور کی میشه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماند من کانت الاخرة اکبر همه جمع الله علیه شمله. کسی که آخرت بزرگترین هدفش هست، بزرگترین هدفش رسیدن به رضایت الله متعال هست، این خداوند متعال هم و غمش رو، شملش رو، افکارش رو جمع میکنه. هم در یک نقطه است، رسیدن به رضایت الله متعال، آخرت. اما من کانت دنیا اکبر همه، هم کسی که در پی دنیاست، حس میزنه در پی دنیا، این بیچاره است. من کانت به صلاح دنیا، این دیگه فرق الله علیه شمله. کسی که در پی دنیاست، این دنیا دیگه شملش، اهتماماتش متشتته، احتمال برای پول در آوردن از اینجا از اونجا، احتکار، دزدی، فلان، مال اینجا مال اونجا، همیشه دنیا دنیا دنیا. در حالی که کسی که آخرتش چی است؟ هدفش یکیه. و فاتته الدنیا و هی راغمه. دنیا پوستش بونه بینیش به زمین مالیده میشه، میاد پیش اون. دنیا میشه میاد پیش این. همه این فضا در چی میاد؟ در مهارت تقوا. همه این فضاهایی که ما دنبالش هستیم وقتی هست که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این هدیه الهی، این فرضی که بر همه بشریت بوده برای شما هم هست. هدیه‌ای که ما به تمام بشریت دادیم به شما مؤمنان هم دادیم، مژده رو بگیر لعلکم تتقون. همه اینها برای این است که شما بیایی به مرحله تقوا برسی. مرحله تقوا، مرحله پرهیزکاری، مرحله اینی که وقتی در دنیا
حرکت میکنی تمام هم و غمت رسیدن به الله متعال باشه. این مرحله تقوا انسان رو، تقوا هم جایش تو قلبه، انسان رو میرسونه به مرحله احسان. احسان چیه؟ احسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. تو طوری الله رو عبادت کن که گویا تو الله رو میبینی. تویی که الله رو نمیبینی باید بدونی که الله تو رو میبینه. احسان این مرحله عروج تقواست. من انسان متقی. متقی یعنی چی؟ یعنی گفتیم که حضرت عمر وقتی از کعب پرسید که تقوا چیه، گفت یا امیرالمؤمنین رفتی تو صحرایی که مثلا خار داشته باشه؟ گفت بله. چیکار میکردی؟ میگه لباسمو جمع میکردم، مواظب بودم که مثلا خاری توی پاهام نره. فرمودن تقوا همینه، یعنی حرکت در زمین به گونه‌ای که کاری از تو سر نزنه که باعث خشم الهی باشه، کاری از تو سر نزنه که الله متعال از تو ناراحت باشه، طوری حرکت بکنی که هدفت فقط رضایت الله متعال باشه. این هست به سلام احسان و این هست تقوا. و همه این مهارت و این فن تقوا رو ما کسب میکنیم از چی؟ از ماه رمضان، از روزه. پس روزه مهمترین عبادتی است که ما رو میرسونه به مرحله تقوا. در سایه روزه قلبمون آلایش پیدا میکنه. در سایه روزه مغناطیس داخلی ما، قلبمون وقتی آلایش پیدا بکنه این جذب نعمت میکنه. ما میتونیم نعمتهای الله متعال رو جذب بکنیم، در عبادتها سرشارتر میشیم، در اخلاقمون، در رفتاریمون. بعد از رمضان شما میبینید که انسانها وارد رحم رمضان شدن و با اونهایی که رمضان رو درک کردن، اونهایی که مفهوم رمضان رو درک کردن، در روز عید اول شوال اینها گویا از سر نو از رحم رمضان زاییده میشن، به دنیا میان پاک از تمام گناهان، انسانی جدید برای ساختن آینده جدید. عزیزان، این فضای رمضان هست، فضای عبادت و طاعت. بیایید در این فضا خودمون رو با روزه رمضان و با قیام و مناجات رمضان بسازیم تا لیاقت این رو داشته باشیم که لیلة القدر نصیبمون بشه و در لیلة القدر هم اون هدیه بزرگ الهی رو دریافت کنیم. انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چی میدونی که لیلة القدر چی؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. از هر چه تصور بکنی لیلة القدر بهتره. این هدیه الهی رو لایقش بشیم و بعد از اون وارد جامعه بشیم انسانی که در رمضان ساخته شده. از پروردگار منان تمنا داریم که به ما مزید توفیق عنایت کنند تا رمضان رو آنچنان که شایسته رمضان هست و آنچنان که الله متعال میخواد روزش بگیریم، قیام اللیلش داشته باشیم، عبادتش بکنیم و اجر رمضان و شب قدر رو برای ما الله متعال از جانب خودشون ارزانی بکنن. ما لیاقتش رو نداریم اما بنده اللهیم، طمعمون به کرم و سخاوت الله متعال هست. الهی آمین. موفق و پیروز و شادکام باشید. رمضان و طاعات و عباداتتون قبول حق.